با بسم الله آغاز میکنیم. درود هموطنان عزیز، فرزانه هستم و طول 13 سال میشود در کره جنوبی کار و زندگی میکنم. این چنین یکی از پارتنرهای شرکت با نفوذ اتمی هستم. شرکت اتمی این شرکتی است که دارای محصولات زیبایی، سلامتی، محصولات خانگی بوده در 27 کشور روی دنیا معرفی گردیده تا حال کار و فعالیت میکند. این چنین در این شرکت میتوانند به طور گلوبالی، یعنی که در دولتشون کشوده نشده است، میتوانند که به طور گلوبالی رجیستراسیون شوند، کار کنند تا کشوده شدن شرکت در دولتشون. عین حال تاجیکستان نیز در همون خط گلوبالی قرار دارد. لینیایی که ما کار میکنیم عین حال همشون کریت هستند، اسپانسرای ما، کلانای ما همشون کریت هستند. در لینیای ما تاجیک است ولی کم است، همشون خارجیان و کریت هستند و با دستگیری و همون تشابس آنها ما تا اینجا رسیدیم. البته که با زحمت های اول خود بعدن همین تاجیکستان رو در کره در شرکت اتمی با دستگیری همون اسپانسرهای ما بیشتر شناختند، بیشتر دانستند. اسپانسرهای ما برای کشوده شدن همین شرکت به حد کوشش های زیاد کردند. ولی خوش این است که از لینیای ما یک نفر کریت امپریال ماستر برآمد و با تشابس همون شخص نصیب باشد در دوشنبه در تاجیکستان، در دوشنبه سمیناری کلام برپا میگردد. نصیب انشاءالله به نزدیکی. چی باید کرد که در این شرکت به کار درآمد؟ هیچ باکی نیست، هیچ مشکلی ندارد. نویس حتما که با شما همه راههایش را میفهمانیم. تا کشوده شدن همین شرکت لینیاهای خود را سازید، آیدی شرکت معلومات گیرید، آیدی پروداکت‌هایش آموزید تا که به دیگران فهمانیده توانید و کار خود را پیش برده توانید. باقی در پناه خدا.